امروز یه ویدیوی داغ و جذاب رو براتون آماده کردیم. ازدواج‌ها و طلاق‌ها یا حتی عشق‌هایی که توی سال 2020 بین بازیگران ترکیه رخ داده. بازیگرای معروفی که توی سال 2020 عاشق شدن و یا از هم جدا شدن کیا هستن؟ خب کافیه که توی کانال یوتیوبی لنز عضو بشید و از جدیدترین ویدیوهای ترکی قبل از همه باخبر بشید. تانر اولماز و ایجه چشمی. تانر که با بازی توی سریال دکتر معجزه‌گر جایزه پروانه طلایی رو گرفت و یه جورایی ترکوند، بعد از بازی در سریال حریم سلطان و در سال 2016 با همبازیش ایجه چشمی رابطه برقرار کرد. تانر زمستون گذشته و درست در اوایل سال 2020 به ایجه در بروخه بلژیک پیشنهاد ازدواج داد و در ژوئن 2020 با هم نامزد کردند. به خاطر شیوع کرونا مراسم نامزدی خیلی ساده و با تعداد مهمونای کم برگزار شد. سرنای ساریکایا و جیم ییلماز. طبق تازه ترین خبرها سرنای و جیم که دوران قرنطینه رو با هم سپری کردن به زودی با هم ازدواج میکنن. با انتشار این خبر اونم به صورت ناگهانی خبرگزاری‌ها گمانه‌زنی‌ها رو شروع کردن. تعداد زیادی از رسانه‌ها گفتن که به احتمال خیلی زیاد سرنای بارداره. هانده ارچل و موراد دالکیلیچ. در حالی که 3 سال از دوستی هانده و موراد میگذشت، خبر جدایی اونا خیلی زود دست به دست شد. درست زمانی که طرفداراشون منتظر بودن که هر لحظه خبر ازدواجشون رو بشنون. بعد از پیچیده شدن این خبر هانده توی یه استوری خودش این خبر رو تایید کرد و گفت که اون و موراد کاملا دوستانه از هم جدا شدن و هنوزم دوستای خوب باقی میمونن. توی یه ادعا گفته شده که هانده و موراد به خاطر اینکه هانده قبول نکرده که بچه دار بشه و فقط به ازدواج راضی بوده رابطه‌شون به هم خورده. البته توی یه ادعای دیگه هم بعد از همبازی شدن کرم بورسین و هانده ارچل با هم در سریال تو در خانه‌ام را بزن رابطه این دو شدت میگیره و موراد دالکیلیچ تصمیم میگیره که این رابطه رو خاتمه بده. البته چند روز پیش خبرهایی شنیده شد که موراد ترانه‌ای برای هانده به اسم مژگان سروده و هانده به موراد که بعد از کرونا متضرر شده بود پول قرض داده. این خبرها رابطه مجدد هانده و موراد رو قوت بخشید و حتی کار به جایی رسید که بعضی از مجله‌ها اعلام کردند که این دو قراره به زودی با هم ازدواج کنند. مروه بولگور و بوراک دی. مروه که همسر قبلی موراد دالکیلیچ بود به تازگی با یکی از فنهاش به اسم بوراک دی آشنا شده. اون چند روز پیش در مورد عشق جدیدش و نحوه آشنایی باهاش پرده برداشت. مروه گفت که ما در شبکه اجتماعی با هم آشنا شدیم و اون فردی با عشق و احترامه و برای من تلاش زیادی کرده. مدت زیادیه که دنبالش میکنم. وقتی در مورد شغل بوراک از مروه سوال شد، اون جواب داد که ترجیح میده فعلا عمومیش نکنه. باریش آردوچ و گوبسه اوزای. باریش و گوبسه که 6 سال بود با هم رابطه عاشقانه داشتن، امسال تصمیم گرفتن این رابطه رو رسمی کنن. باریش که از رابطه با گوبسه خیلی راضی بود و این رابطه با دوامتر از اون بود که اطرافیانشون تصور میکردن، امسال تصمیم گرفت با گوبسه برای همیشه زندگی رو ادامه بده. گوبسه نویسنده و بازیگر معروف ترکیه است.
توبا بویکوستون و اوموت اورجان. توبا بعد از جدایی از آنور سایلاک با یه تاجر معروف به اسم اوموت اورجان آشنا شد. اونا بعد از چالش‌های زیادی از جمله مخالفت مادر اومود ارتباطشون رو با هم حفظ کردن. اما بعد از اینکه اومود از توبا خواسته بود که دوقلوهاش رو رها کنه و با اون به سفرهای تجاری بیاد، توبا تصمیم گرفت که از اون جدا بشه و همراه با دوقلوهاش دوران قرنطینه کرونا رو بگذرونه. آسلی انور و موراد بوز. آسلی و موراد که با بازی در سینمای برادرم با هم آشنا شدن و رابطه‌شون رو شروع کردن، بارها با هم قهر و آشتی کردن. طرفدارای این دوتا هر بار از شنیدن جداییشون ناراحت می شدن و با شنیدن آشتیشون روح تازه‌ای می گرفتن. اما اونا اوایل سال 2020 تصمیم گرفتن با جدایی برای همیشه به این قهر و آشتی‌ها خاتمه بدن. گرچه هنوزم طرفدارای این دو بر این باورن که میتونستن یکی از جذابترین زوجهای ترکیه باشن. گوکچه آکیلدیز و مصطفی اوزیورت. گوکچه که در سال 2017 با مصطفی ازدواج کرد و از این ازدواج یه پسر به نام عمر داشت، چند وقت پیش درست زمانی که کارگاه شکلات سازیش رو افتتاح کرد، عکسای مشترک با همسرش رو از صفحه شخصیش حذف کرد و این گونه خبر جداییش رو جدی‌تر کرد. خبر جدایی این زوج اواسط مرداد ماه منتشر شد. اسماعیل حاجی اغلو و دویگو کومارکی. اسماعیل برای بار دوم در سال 2016 با دویگو کومارکی ازدواج کرد. اما اونا در ماه جولای 2020 از هم جدا شدن. گفته میشه علت جدایی خشم بیش از حد اسماعیل بوده و حتی توی یکی از این حمله ها تلویزیونشون رو شکسته. اونا یه دختر 4 ساله دارن. اما نکته جالب این که به تازگی خبر نامزدی اسماعیل با مرو چایران منتشر شده. اونا در مرداد امسال عشق خودشون رو اعلام کردن. پیش از این دو نفر در سفری با هم دیده شدن، اما چیزی در مورد رابطه‌شون نگفته بودن. این دو که توی سریال بچه همبازی بودن با هم رابطه‌شون رو شروع کرده بودن و حتی بعضی میگن که این جدایی اسماعیل از دویگو به خاطر رابطه اسماعیل با مروه بوده. گزد چیغاچی و تومر گلومسرلر. این دوتا مدت زیادی بود که با هم نامزد بودن و بالاخره در آگوست 2020 تصمیم گرفتن در ازمیر ترکیه مراسم ازدواجشون رو بگیرن. اونا با انتشار تصاویری از مراسم ازدواجشون در صفحه شخصیشون آغاز زندگی مشترکشون رو اعلام کردن. داملا ارسوباشی و مصطفی کسر. داملا به تازگی از دادگاه یه دوری 2 ماهه از همسرش گرفته. داملا که تصمیم به طلاق گرفته بود و دادخواست طلاق داد، تا جاری شدن طلاق یه دوری 2 ماهه از همسرش گرفت که هر گونه تماس و مزاحمت از سمت همسرش رو منع کرده. 3 سال پیش همسر داملا اون و خواهرش رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بود. اونا 2 دختر به نامهای زهرا و زینب دارن که گفته میشه قرار حضانتشون به داملا داده بشه. دختر کوچیکشون 4 ماه پیش به دنیا آمده. اگه این ویدیو رو دیدین و از دیدنش لذت بردید، همین حالا دکمه لایک رو بزنید و نظرتون رو در مورد این ازدواج‌ها و جدایی‌ها برای دوستان لنزی به اشتراک بذارید.